و با کلیک کردن روی این ویدیو شما میتونید به ویو فیک رایگان دست پیدا کنید. سلام بچه ها، خوش اومدید به ویدیوی جدید. امروز قراره که با هم دیگه نحوه گرفتن ویو رایگان در یوتیوب رو بهتون آموزش بدیم. قبل از هر چیز باید بگم که چند نکته داره که باید این نکته ها رو رعایت کنید که در ادامه ویدیو به این نکته ها میپردازیم. خب حرف اضافی بسته، بدون معطلی قبلش هم بگم که حتما این ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و یه کامنت برام بنویسید. دیگه حرف اضافی بسته، بیشتر از این معطلتون نمی‌کنم. بزنید بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. چون نکته اول اینه که شما باید به طور مداوم و مرتب ویدیو آپلود کنید و نظر من اینه که هفته 4 یا 5 ویدیو میتونه خوب باشه. و اینم باید حتما در نظر داشته باشین که ویدیوهاتون باید زمان بندی منظم داشته. بچه‌ها دومین نکته اینه که شما بتونید محتوایی تولید کنید که بتونه مخاطب رو در ویدیو شما نگه داره و بتونه برای شما ویو و واچ تایم بگیره. مثلا محتوایی تولید کنید که همه دوستش دارن، نه محتوایی که خیلی سخت به جای میرسید. مثلا نیایید بگید مثلا همه دارن محتوای آموزشی میذارن، خب منم بیام آموزشی بذارم، در صورتی که علاقه به آموزشی ندارید. این باعث چی میشه؟ این باعث میشه که به مرور زمان شما از کارتون زده بشید و جا بزنید. پس حتما اینو همیشه یاد داشته باشید. قبل از هر چیزی باید محتواتون اون چیزی باشه که بهش علاقه دارید. حتما اینو رعایت کنید. بچه‌ها اومدیم و دیدیم مثلا شما همه این نکات رو رعایت کردید و به ویو هم رسیدید، اما ویو مورد نظر شما نیست. طبیعیه چون اول کارتونه. اما خب من بهتون یه پیشنهاد دیگه هم دارم که میتونید ویو فیک رایگان بگیرید. و قبل از اینکه برم سراغ این آموزش حتما باید بهتون اینو بگم که اگه چنل شما بزرگه و مدت زیادی دارین باهاش فعالیت میکنید و یوتیوب الگوریتم شما رو میشناسه، اصلا نباید سمت این ویو فیک برید. اما اگه چنل شما کوچیکه و نوپاه، میتونید برین سمتش که من پیشنهاد میکنم برین سمتش. خیلی چیز خوبیه که ویو فیک بگیرید که بتونه بهتون کمک کنه. چرا برای شروع لینک سایتی رو که داخل دیسکریپشن گذاشتم باز میکنید. حالا توی این کارت که میبینید لینک ویدیویی که میخواهید ویو بخوره رو وارد میکنید. بعد روی گزینه سبز کنارش کلیک میکنید و با کلیک کردن روی این ویدیو شما میتونید به ویو فیک رایگان دست پیدا کنید. خب بچه ها میبینید که تایم 3 دقیقه‌ای برای ما نمایش داده میشه که باید صبر کنیم که تموم شه تا ویوهای فیک شما بیان. خب 3 دقیقه تمام شد. همینطور که میبینید یه گزینه سبز برامون میاد که نشون میده که ویوهای ما اومدن. ولی اگه برای شما اخطار داد میتونید دوباره امتحان کنید و یا مرورگر خودتون رو عوض کنید. رسیدیم به انتهای این ویدیو. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و به دردتون خورده باشه. حتما این ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و یه کامنت هم برامون بذارید. خدا نگهدار.